میکروب خون چیست؟ زمانی که میکروب از یک عفونت وارد جریان خون شود و تمام بدن را درگیر کند و آن عفونت خون میگویند. از کجا شروع می شود؟ عفونت ادراری، عفونت رحم، پاره شدن کیسه آب، زخم عفونی، ترشحات شدید و بدبو. علائم خطر آن چیست؟ تب یا لرزه شدید، ضربان تند قلب، ضعف شدید و بیحالی، درد شکم، ترشحات بدبو. چرا خطرناک است؟ اگر به موقع تداوی نشود ممکن است باعث زایمان زودرس، عفونت شدید مادر، خطر برای جان مادر و طفل. چی کار باید کنیم؟ در صورت داشتن تب یا علائم غیر عادی فوراً به شفاخانه مراجعه کنید. خودسرانه دوا را مصرف نکنید. تب در بارداری را ساده نگیرید. میکروب خون می تواند بی صدا خطرناک شود. در این ویدیو به طور ساده توضیح دادم علائم چیست، چقدر خطر دارد، چه وقت باید فوراً به شفاخانه بروید. اگر باردار هستی یا در فامیلت مادر باردار است، حتما این ویدیو را ببین و شریک کن. برای معلومات بیشتر کانال زندگی و سلامت مادر و کودک را سابسکرایب کنید.